خب این یه چیز جدید من دیدم اینجا، کار خیلی جالبیه. این لامپا و چراغایی که داخل حالا گارتن یا باغچه هاشون میذارن و به صورت باتری خورشیدیه، یعنی اینا از نور خورشید تغذیه میکنن، خودشون شارژ میشن، شبا روشن میشن. کار خیلی جالبیه، نمونه‌های مختلف داره. این نمونه‌هاش برای اینکه داخل چمن فکر کنم قرار داده میشه. اینا به صورت پایه‌ایه، پایه‌هاش هم کنارشه. اینا هم که آویزه. اینا تکنولوژی جدید که دیگه فقط باید تو نگهداریش این که تمیز و مرتب باشه که راحت بتونه نور خورشید جذب کنه، انرژی رو جذب کنه. اینا هم کارش سبکیه. الان 5 یورو قیمتشه. به پول ایران فکر کنم میشه 500,000 تومان. این الان 18 یوروه، 18.99. مدل‌های مختلف داره. اینا کوچیک و بزرگن. الان یه نمونه دیگه. اینا به صورت پایه‌ای داخل چمن کار گذاشته میشن، صفر میشه، پایه هم داره. این مدل آویزه. این حالت مشعل داره، شکل مشعل درست شده. این حالا نمیدونم برای کدوم کشوره. کار خیلی جالبیه. قیمتش هم الان هر کدومش 14 یورو، 15 یورو. اینجا زده اسمشو وایت کول لام تکنولوژی. این برام جالب بود.